من گفتم اموالمون رو اعلام کنیم. من خواهش میکنم آقای کروبی اعلام کنن اول انقلاب خونهشون کجا بوده، چقدر بوده، الان کجاست، چقدره و این از کجا آمده. من اموالمو اعلام کردم، بازم اعلام میکنم. بنده حقوق معلمی میگیرم و گرفتم. تمام پرونده من از الان دست قوه قضاییه، اعلامم کردم. اگر در زندگی من، همسرم، فرزندانم مشکلی هست بدون اجازه من منتشر کنن، همه بدانن. زندگی من معلومه، یه دونه خونه دارم، حسابای بانکی من اعلام کردم، فقط حقوق دولت میگیرم، درآمد دیگری ندارم. در دانشگاه چرا پژوهش میکنیم، کارهای دیگه میکنیم، باز دریافتی دانشگاهه. اینو من دارم. آقای کروبی هم بفرمان که این خونهشون چجوری اومده؟ ایشون همیشه مسئول بوده. آیا از همون پولایی که امام اجازه دادن برداشتن یا نه امثال آقای شهرام جزائری ها دادن یا نه اگه فعالیت اقتصادی میکنن بگن ایشون مسئول بوده، فعالیت اقتصادی هم کرده. متشکرم. بفرمایید آقای. اولا آقای جزائری که پول داده به من، هیچ وقت ما تحقیق و تفحص نمی کنیم که ببینیم این پولش از کجا. اگر بدونیم فاسده نمیگیریم، اگر بدونیم به شما که عرض کنم چیزی از ما میخواد دقت داشته من نمیگیریم. اما اگر یک کسی آورد یا الان متدین آوردش، من نمیخوام از دیگران گفتن میخوای کمکی بکنه، الان هم اگه بیارن یک کسی ببینیم هم چیزی از ما میخواد هم ما سری نداره ازش میگیریم. اما اگه ببینیم بوی چیز، این نکته اول که ایشون میفرمایند. نکته دوم راجع به مسائل مالی خودشون که میفرمایند، یکی از نکاتی که در رابطه با ایشون مطرحه، الان مدرکش هم هست، ایران هفته دیگه یه هفته انتخابات بگذره برملا میکنیم. 700 میلیون دلار از پول دولت میخواسته به یه آقای بده، رهبری جلوش گرفته. اصلا یکی از اختلافاتش با بانک مرکزی این بوده که حواله میداده نمیداده، دعواشون با هم میشده، میرفتن اونجا میگفتن نه من نمیدم، من که نمیتونم بدم، فردا گریبانه میگیرن. میگفته اجازه دارم، میگفته آقا اجازه رهبری رو بده تا همون سنجاق کنیم، تا به یه 700 دلارش برای که اگه کشورمون مشکل نشه 700 میلیون دلار به یکی از آقای رؤسای جمهور می‌خواسته بده، رهبری هم فرموده ندید. حالا برای 300 دلار که مردم 300 دلار از خودش داده به من، پس من اینا رو خدمتتون عرض میکنم که بدونید چه پولایی شده. ایادی ایشون، نزدیکان ایشون کیای رو زندانن؟ زندان نیستن. قضایای آقای علی آبادی و اطرافیاش و اینا چیه؟ و داستانه که آمده شما ما رو مجبور کردید که یه حرفا رو بزنیم. شما میخوام از نزدیکان شما الان میگن افراد زندانن، بعضیشون اصلا بازور آزاد کردن. وقتتون تمام، اگه ساعت پایانی رو خب به هر جهت، پس هم که وقت من تموم شد شما بفرمایید یک کلمه همین این مقایسه‌ای که شما دادید، خب شما میگید درست نیست، خب با چه کار کنیم؟ هرچی ما بگیم شما هم حرف خودت اول میزنی، میگه یه با من چیکار کنم؟ اما شما درآمد نفتت انصافا باز اینا میگن کل درآمد دولت سازندگی و دولت توسعه سیاسی اندازه 3 سال و نیم شما بوده. متشکرم. میگن یکیه. این همه بالاخره نفت 100 دلاری فکرشو میکردیم، نفت 80 دلار اینا کجاست؟ چیه این پیشرفتایی که شما آخه میگی؟ همینطور آقای احمد نژاد به خدا من خرم آباد بودم. متشکرم آقای همه طرحات مونده. وقت تمام، اجازه بدید آقای ایشون هم هر چیزی زیادتر صحبت کنه. خب باز ما قانع نشدیم. بالاخره آقای شهرام جزائری چجور بود مسئله مسکن شما؟ چجوری یه دفعه مسکن 100 متری تبدیل شد به چند صد متری، اونم در بهترین نقطه تهران؟ خب بالاخره من پرسیدم اگه اجازه بده توضیح بدم. 40 دقیقه وقت داشتید. خواهش میکنم. جناب آقای کروبی بالاخره معلوم اعلام اول آخه باید بریم یه کاری کنیم ببینیم حرفی که میزنیم راسته یا نه. والا من میگم پرونده بله آقای اردبیل شما میگی نیست. مسئله ما تنظیم وقت ما به هم میخوره. اگه اجازه بفرمایید آقای احمدی. اول باید بریم بعد از هفته آینده ان شاء الله. جناب آقای کروبی ببینید من از شما میخوام اگر بنده خواستم 700 میلیون دلار به کسی بدم، بانک مرکزی گفته باید اجازه رهبری بیار، ممنوع، فردا بزنه تو روزنامه‌تون. چرا هفته دیگه؟ این چه حرفی است؟ شما به همسر من که هیچ نقشی نداشته تهمت زدید تو روزنامه شما. ببخشید شما خبر نداری از این مجموعه؟ بسیار خوب. من میگم آخه رئیس جمهوری که یا کسی که میخواد رئیس جمهور بشه از زیر مجموعه روزنامه‌ای که صاحب امتیازش باشه خبر نداره.
اون وقت ما کشور اداره کنه. که من عذر میخوام از شما، من به شما احترام میذارم، به لباستون، به ریش سفیدتون، به سوابقتون. شما خبر نداری عکس همسر منو انداختن بدون اینکه ایشون نقش کردن، اینقدر توهین کردن به همسر من. اجازه بدید شما برید مراجعه کنید، اجازه بدید دنبال بکنید. تو مقابل یه مرد شریف نجیبی زنشو در میاری عکسش اینجوری میکنی، انتظار داری همه چی به همه بگی، هیچ کی چی به تو نگه. بفرمایید صحبت پایانی با آقای احمد نژاد هست. بفرمایید. بالاخره شما میخواید بگید من نه من میخواد وقت منم شما استفاده کنید. نه من خواهش می‌کنم وقت بدید. شما وقت منم شما استفاده کردید. خب بسیار خوب دیگه. انتخابات میشه در گفتگو 2 هفته 3 هفته پیش تشریف ببرید، بخونید، گزارش بگیرید. حالا حضرت علی بگید چی بوده، خواهش من بی اطلاع بگید. بسیار خوب دیگه. حالا من وقت خودم میخوام خودم استفاده بکنم. پس منزل رو توضیح ندادن ایشون، شهرام جزایری توضیح ندادن، زندان رو توضیح ندادن و اعلام هم نکردن. آیا حاضرن اموال اطرافیانشون رو اعلام کنن الان که همه در جریان باشن؟ رئیس ستادشون، دوستانشون، همه اینا که تو ستادشون کار میکنن. و اینکه 20 میلیارد تومان فقط خواستن بدن به مخابرات در انتخابات برای SMS. 20 میلیارد تومان ستاد ایشون رفته مخابرات گفته ما SMS عمومی نداریم. 20 میلیارد تومان. برآوردها بیش از 100 میلیارد تومان تبلیغات جناب آقای کروبی است. اینا رو بگن از کجا آوردن، چجوری آوردن، اینا رو به مردم توضیح بدن، چون الان وقتتون تمامه دیگه. شما باید به مردم توضیح بدید که چه کردید. من 3-4 تا نکته رو میگم، من 7-8 دقیقه وقت دارم. این دولت در خدمت مردمه با کارشناسی. بنده بیش از 1000 ساعت خودم جلسه گذاشتم با کارشناسان اقتصادی و اساتید اقتصاد. بله 2 تا 3 تا 10 تا 20 تا ممکنه مخالف نظر ما باشن، ما این رو هیچ وقت رد نمی کنیم. اما من با جلسات 50 نفره، 30 نفره، 20 نفره، 10 نفره طولانی 5 ساعت. رئیس جمهور باید خودش کارشناس ارشد باشه. حضرت آقای کروبی این که هرچی میپرسه میگن کارشناسا نظر بدن، کارشناسا نظر بدن. خود کارشناسا بشن رئیس جمهور.